سلام دوستان، به نیمه شب نهم خوش اومدید. بله، شهربانو دید ماهی به پیشانیش در آمد و ستاره‌ای به چانه‌اش. بعد با خود فکر کرد اگر با این وضع برود خانه، حتما نامادریش روزگارش را سیاه می کند. چه بکند چه نکند که یکهو گاو به زبان آمد و گفت: نترس ماه پیشانی، روسریت را ببند به پیشانیت، دستمالت را هم ببند به چانه‌ات. اگر پرسید بگو رفتم پنبه بریسم، گاو در رفتم گاو را بگیرم، خوردم زمین، پیشانی و چانه‌ام زخمی شد. پس آمد گاو را فرستاد طویله و نخ را تحویل داد به نامادریش. ملا باجی که از یک بخچه نخریسی دیروز شهربانو ماتش برده بود، امشب دیگر پاک انگشت به دهان ماند که چطور توانسته 3 بخچه پنبه را در یک روز بریسد. نخها را زیر و بالا کرد تا که بهانه‌ای پیدا کند. دید از آن بهتر نمی شود رشت. خشکش زد. گفت: یالا بجم، دیگ را بگذار روی بار، کف آشپزخانه را هم همچین جارو کن که عسل بریزی، روغن جمع کنی. صدای جارو که بلند شد، ملا باجی با خودش گفت: حتما چون تو تاریکیست میتوانم درست مشت و مالش بدهم. پس چند دقیقه ای صبر کرد. بعد رفت طرف مطبخ. هنوز نرسیده بود دید انگار آن تو 1000 تا چرچراغ روشن کردند. تعجب کرد. رفت تو، دید بیا و تماشا کن. نوری از صورت و پیشانی دختر میتابد و یک صورتی به هم زده که از خوشگلیش دهن آدم باز میماند. آوردش بیرون، گرفت جلویش نشست و گفت: خب حالا تا کتک را نوش جان نکردی و فحش و فضیلت به جان خودت نخریدی، مثل بچه آدم راستش را میگویی تا بدانم قضیه چیست. شهربانو هم با صدق صاف هرچه را که پیش آمده بود از بای بسم الله تا تای تمت برای ملا باجی تعریف کرد. ملا باجی گفت که اینجور، و رفت توی فکر که فردا دختر خودش را هم بفرستد، بلکه او هم برود توی چاه، از آن آب بزند به رویش، شاید او هم ماهی توی پیشانیش در بیاید و ستاره‌ای زیر چانه‌اش پیدا بشود و ریخت و قیافه‌ای به هم بزند که بشود توی صورتش نگاه کرد. این بود که بنا کرد روی خوش به شهربانو نشان دادن و ناز و نوازش الکی کردن که شهربانو جان، تو دختر نازنین خودمی، به کی قسم اگر من یک ذره فرق بین تو و شهربانوی خودم بگذارم. تا حالا خودت باید با آن هوش و ذکاوتی که داری این را فهمیده باشی. و دست آخر هم گفت: فردا که گاو را میبری صحرا، خواهر جانت را هم با خودت ببر. او را هم بفرست ته چاه و کارهایی را که خودت کرده ای و چیزهایی را که خودت گفته ای یادش بده. شاید آن طفلکی هم از این نمط کلاهی نصیبش بشود. شهربانو گفت: چه عیب دارد؟ ملا باجی فردا صبح عوض نان و خشک و پنیر مانده همیشگی، نان شیرمال و مرغ بریان توی سفره گذاشت، داد زیر بغل شهربانو. صورتش را هم ماچ کرد، دست دختر خودش را هم گذاشت توی دست او و گفت: برو که ماه تابان برگردی. باری شهربانو و دختر ملا باجی با گاو و بخچه پنبه و سفره مرغ بریان راه افتادند طرف صحرا. رسیده نرسیده شهربانوی ملا باجی از شهربانوی ماه پیشانی پرسید: یالا زود باش، چاه کدام است؟ شهربانو چاه را نشان داد، اما تا خواست یادش بدهد که چی باید بگوید و چه کار باید بکند، ناخواهریش پنبه را انداخت توی چاه و خودش هم مثل برق و باد پریدان تو. دید که بله، دیو نتراشیده و نخراشیده آن چه کنار باغچه لمیده. دیو از صدای پای دختر بیدار شد، دید نه سلامی نه علیکی، راست آنجا ایستاده بر نگاهش می کند. چشمش که به دختر افتاد تا آخر قضیه را خواند. پرسید: خب حالا چرا لالمونی گرفته ای؟ این ورها آمدی که چه؟ گفت: پنبه هم افتاد، آمدم بردارم. دیو گفت: بادی نبود که پنبه‌ات را بیاورد بیاندازد توی چاه؟ اما خیلی خوب باشد. حالا بیا اول سر مرا بجور، بعد برو پنبه‌ات را بردار. دختر غرغر کنان آمد، با یک عالم آه و اوه و پوف و پیف بنا کرد سر او را جستن. دیو پرسید: چه میگویی؟ سر من پاکیزه تر است یا سر ننت؟ دختر گفت: چه حرفها؟ معلوم است که سر ننم.
سر تو عوض رشک و این چیزها پر از روتیل و عقرب است و بوی پشگل می‌دهد. دیو گفت خیلی خوب، حالا باید حیاط را جارو کنی. دختر با نکنال پا شد، جارو را برداشت، یک خورده خاک پلک کرد و آمد. دیو گفت نگفتی حیاط من با صفاتر است یا حیاط شما؟ دختر گفت چه چیزها؟ تو به این قوطی کبریت میگویی حیاط؟ معلوم است مال ما بهتر است. دیو گفت خیلی خوب، حالا باید ظرفهایم را بشویی. دختر با قرولند و ادا اطوار پا شد رفت ظرفها را یک جوری گربه شور کرد و برگشت. دیو گفت ظرفهای من بهتر است یا ظرفهای سرجهازی ننت؟ دختر گفت تو به این بادی قراضه ها میگویی ظرف؟ معلوم است مال ما بهتر است. گفت خب دیگر بس کن، برو پنبه‌ات را از کنج حیاط بردار، برو پی کارت. دختر آمد کنج حیاط، دید خدا بدهد برکت، کنار بخچه پنبه‌اش تل جواهر است. جیب و بغل و لالوهای بخچه‌اش را پر کرد و بی خداحافظی راه افتاد، نردبان را گرفت و رفت بالا. به وسط‌های چاه که رسید، دیو داد زد باد سفید بپرین خیر ندیده را بچکان. باد سفید پرید، دختر را چکان. هرچی تو جیب و بغلش جواهر چپانده بود شوری ریخت پایین. سر چاه رسیده بود که باز دیو داد زد باد سیاه بپرین خیر ندیده را بچکان. باد سیاه هم آمد، دختر را چنان چکاند که باقی جواهرهایی هم که توی بخچه تپانده بود تا دانه آخر ریخت ته چاه. دیو پا شد، دختر را گرفت، از بالای نردبان کشید پایین. گفت کجا؟ هنوز باد کار دارم. بخچه‌ات را بگذار زمین، از این حیاط برو توی حیاط دومی. از حیاط دومی برو توی حیاط سومی. یک نهر آنجا می‌بینی. بنشین لب نهر، آب سفید میاد، بهش دست نمیزنی. آب زرد میاد، بهش دست نمیزنی. آب سیاه که اومد، دست و روت رو باش میشوری و میای. دختر گفت خدایا چه گیری کردم. رفت توی حیاط سوم، لب نهر نشست. صبر کرد. وقتی آب سیاه اومد، دست و روش رو باهاش شست و برگشت، بخچش رو هم برداشت، از چاه اومد بیرون. شهربانوی ماه پیشانی که سر چاه منتظر بود، نگاهش که به صورت او افتاد، دهنش از وحشت واماند. چی بود چی نبود؟ جانم برایتان بگوید که یک دست خری از وسط پیشانی دختر ملاباجی در آمده بود و یک فلان بدقواره هم از وسط چانه‌اش. بله، ادامه داستان رو در نیمه شب بعدی براتون تعریف میکنم. تا نیمه شب بعدی، شب بخیر و خدا نگهدار.